اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیزی رادیو مهر. محمد حکیم هستم. به اتفاق استاد عزیز با برنامه آیات مبین همراه شما قرآن دوستان هستیم. پیش از همه حضور استاد محترم جناب محمد سعید را به برنامه من خیر مقدم میگوییم. استاد به برنامه تفسیر مبین خوش آمدید. اگر سلام علیکی با شنوندگان ما دارید بفرمایید. سلام و درود خداوند بر شما و بر شنوندگان عزیز و گرامی. خداوند را شاکر و سپاسگزار هستیم که به ما این توفیق را داد تا چند دقیقه در خدمت شما باشیم. همراهان گرامی، برنامه آیات مبین فرصت را غنیمت می شماریم و از فرمایشات استاد گرامی در ادامه برنامه استفاده خواهیم نمود. ذکر و موعظة و نور فیه شفاء للصدور و شفیعنا یوم النشور. آیاته تروی المدى وصفاته نبع الهدى. نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعهای مهم و حیاتی که در قرآن کریم به آن پرداخته شده است فصل بهار است. قرآن کریم به صراحت نامی از بهار نیاورده است، اما دهها آیت قرآن به بهار و برکت‌های آن اشاره‌های بی سابقه و حیات بخش کرده است. آیت‌هایی که از ابرها، باران، درختان، میوه‌ها و دیگر نشانه‌های طبیعی سخن می‌گویند همه در فصل بهار است. چنانکه خداوند در آیت 50 سوره روم می‌فرمایند: استعیذ بالله فانظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلك لمحیی الموت و هو علی كل شیء قدیر. پس به آثار رحمت الهی نگاه کن که چگونه زمین را بعد از مردنش زنده می‌کند. حتما آن خدا زنده کننده مردگان است و او بر هر چیزی تواناست. همون گونه که در این آیه بیان شده است، خداوند به یکی از جلوه‌های رحمت خود که باران است زمین مرده را دوباره زنده می‌کند و این را یک نشانه قرار داده است برای اینکه انسان‌ها متوجه بشوند و بدانند که همان گونه که زمین مرده را خداوند دوباره زنده می‌کند در فصل بهار، شما را هم بعد از مرگ در روز قیامت دوباره زنده می‌کند و خداوند بر هر چیزی تواناست. از نظر قرآن بهار مکتبی است که در آن درس‌های فراوان وجود دارد، اما مهمترین درسی که از بهار و این فصل زیبا می توانیم به دست بیاوریم درس خداشناسی و قیامت شناسی است و قرآن کریم هم توجه انسانها را به این دو نکته جلب کرده است. استاد، همانطور که شما اشاره کردید در فصل بهار خداوند زمین را بعد از مردنش زنده می کند. سوالی پیش می آید: آیا رابطه میان بهار و حقانیت قیامت وجود دارد؟ یعنی از این آیت چگونه می توانیم به بحث معاد و قیامت رسید؟ رابطه‌ای که بین فصل بهار
و برپایی قیامت و زنده شدن انسانها در روز قیامت هست، قرآن این گونه مطرح میکند که هر ساله خداوند در فصل بهار طبیعت مرده را زنده کرده به آن روح و حیات دوباره میبخشد. تشکر و سپاس بسیار از استاد برای توضیح خوبی که دادند. باز هم از شما سپاسگزارم. اما سوال دیگری پیش می آید که در قرآن کریم به قدرت و حکمت خداوند در مورد فصل بهار چه اشاره‌ای شده است؟ خداوند حیات و زنده شدن دوباره زمین را به عنوان علامت و نشانه‌های از قدرت خود بیان می‌کند. چنانکه در سوره مبارکه حج بعد از اینکه بیان می‌کند که ما زمین مرده را دوباره زنده کردیم، در آخر آیه می‌فرماید و هو علی کل شیء قدیر، و خداوند بر هر چیزی تواناست. یعنی تفکر کردن و اندیشه کردن در طبیعت و در فصل بهار سراسر قدرت خدا و عظمت خدا را برای ما روشن می‌کند و این بزرگترین درس است که ما می‌توانیم از فصل بهار بگیریم. بنابراین درس هایی که از این آیات مبارکه می‌توانیم به دست بیاوریم این است که با مطالعه در چگونگی زنده شدن طبیعت به حقانیت و حق بودن قیامت یقین پیدا کنیم. دیگر اینکه با تفکر و اندیشیدن در طبیعت و قدرت بی‌پایان خداوند پی ببریم. و سومین همان ذاتی که در قیامت مردگان را زنده می کند، همان ذات به زمین مرده حیات می بخشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا رسول الله باوانم نوید چند خوشه عراقت کن لا باوانم کنت و نوشه هر وقت حجیان باوانم لدور بیت الله باوانم ما دوری تو عزیزم حبیب یا شفی یا رسول الله یا شی مدینه یا شی مدینه هر کس عاشقه دلی مشکینه دلی مشکینه دلی مشکینه دلی مشکینه دلی مشکینه. استاد محترم جناب محمد سعید، از شما کمال تقدیر و تشکر را داریم و امیدواریم در برنامه‌های بعدی نیز همین گونه همراه شما باشیم. شنوندگان عزیز برنامه آیات مبین، همینجا برنامه را به پایان برده و برای شما روزگار خوش، زندگی شاداب و سبز را آرزو می‌کنیم. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. برای دریافت پادکست هایی بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org